سلام دوستان، خوش آمدین به درس بعدی. پیش از پیش ایدان براتون مبارکی میگم. بعضی دوستان تقاضا کردن چی رقم ما برند خود یک پیام ایدی جور کنیم. شما مثلا میگه به خود شخصی جور کنین، به یک شرکت جور میکنین، یک کورس است، مکتب است، فروشگاه است. ما گرفتیم عید مبارک عطریات فروشی نایاب است، ما به یک عطر فروشی گرفتیم. شما به هر موضوعی که شما میگیرید امور شما اینجا نوشته کنین، قابل ایدیت است، تکستان هیچ مشکل نیست. اینجا نوشته کردیم آدرس تان، ایمیل آدرس، شماره تماس و عکس برند خودم میارین. عطر فروشی بود از عطر میگیرین، از فروشگاه بود، از خودتان بود، کدام شرکت خصوصی دارین و به خود جور میکنین، عکس خودتان هم میارین. عید مبارکی از طرف مثال احمد یا محمود یا چی که بود امور شما نوشته میکنین، هیچ مشکل نیست. عکس خوشتان آمد، عکس چنج میکنین، میرین در چنج کالر، اینجا قسمت پیکچر دز درایو، اینجا میشه مثال ما عکس چنج کنیم، میشه یک عکس ساده میگیریم بدون ازی و روتیشنش هم تنظیم میکنه، مثال به این شکل باشه و اندازه شما چی میکنین از این قسمت شما تنظیم کرده میتونین. یعنی میتونین شما به هر بخشی که خواسته باشین میتونین شما ایره چی کنین، تبدیل کنین، جور کنین، مشکل نیست. کراپ میبینین با برند چی شد، آماده شد. عکسایش راحت میتونین شما چی کنین، یا هر تصویری که خوشتان میاد تبدیل کنین. هر تصویر خوشتان آمد راحت میتونین چی کنین، تصاویرش شما از این قسمت تبدیل کنین. میبینین به این شکل. خب ببینین دوستان به این شکل هر تصویر هر عکس شما میتونین بسیار راحت تبدیل کنین، عکسای دلخواه خودتان چی کنین، انتخاب کنین. خب عزیزای دل، حالا میایم از ابتدا کار میکنیم. طریقه تبدیل کردن عکس براتون گفتم، بسیار راحت میتونین شما تبدیل کنین، عکس خودتان بیارین، مشکل نیست. میریم دوستان یک داکیومنت جدید میگیریم. خب دوستان داکیومنت جدید گرفتیم، پیج لیاوت خب بلد هستین، سفر نیرو رو انتخاب میکنیم، میرین در سایز و اینجا چی را میگیریم، مور پیپر سایز. اینجا در قسمت پیپر میریم، سایز را که دوستان ما کار داریم 5.6 در 3.6 سایز اولی خود کار داریم، درست است؟ اوکی میکنیم. یعنی صفحه تنظیم شد. میریم در دیزاین، اینجا یک رنگ عمومی به صفحه انتخاب میکنیم، مثال میگیم به این رنگ باشه، به این رنگ باشه، یک رنگ عمومی میگیریم. خب بعد از اینزرت میریم، از اینجا شپ اولی رو انتخاب میکنیم، در اینجا یک شپ رسم میکنیم دوستان، این اندازه یک شپ رسم میکنیم. در اینجا دوستان باز قسمت شپ فرمت اینجا سایز میخواد، سایز دومی را میگیریم به اصل کارت خود 2.78 در 4.94 اینی سایز کار داریم، درست است؟ اینی سایز ما شما کار داریم. خب اینجا آمد دوستان باردرایش کار نداریم، نو باردر و رنگ هم که انتخاب میکنیم به رنگ بانجانی و میریم در قسمت میکس کالر. میکس کالر که رفتیم در قسمت فیل و قسمت گریتن میریم. در اینجا دوستان به این شکل ما شما رنگ ترکیب میکنیم، دو طرف رنگ زیر دوستان به رنگ بانجانی انتخاب کنین و آخرش به رنگ زرد. با شما میشه رنگش تغییر هم بدین، مثلا رنگ سفید اضافه کنین، رنگ مثال زرد رقم اضافه کنین، هر رنگی که شما دوست دارین باز میشه می رنگ در این قسمت اضافه کنین. این رنگ کمک حرکت چی میکنه، همخوانی میکنه، به او خاطر من این رنگ گرفتم. با شما میشه رنگای مختلف بگیرین، درست است؟ یعنی این طرف باشید میشه باز رنگایش کم و زیاد هم کنین و فرمتش هم دوستان به این شکل می باشه. این خانه اولی رو انتخاب میکنین، یعنی فرمت تنگل انتخاب میکنین و در اینجا هم چیز را کار ندارین، صرف این قسمت، یعنی ترکیبش دوستان به این شکل دو طرف رنگ بانجانی و این قسمت. اگر زیاد کنین باز رنگا چی کده میره، تغییر کده میره، اندازه چی میکنیم ما شما میمانیم، درست است؟ اینه به این فرمت. این از این قسمت کلوز میکنیم، ترتیب رنگایش از دوستان زیرا کلوز میکنیم. خب بعد از قسمت افکت میریم، برای از یک افکت انتخاب میکنیم، مثال میگیم به این افکت باشه، به این افکت، هر افکتی که خوشتان میاد شما چی میکنین، یک از این انتخاب میکنیم، طور نمونه افکت اولی را میگیریم، درست شد؟ خب کار ما از این قسمت دوستان تمام شد. بعد از اون میریم انزرت، قسمت شپ. اینجا دوستان کدام شپ کار داره، مینی شپ کار داره، میبینین این شپ، این شپ انتخاب میکنیم، میره در اینجا رسامی میکنیم به این شکل و این از این قسمت چرخش میتیم به طرف بالا و این میاریم در اینجا، دیدین این کمک ذره کش میکنیم به این شکل و در قسمت ادیت پوینتس میریم، این قسمت کمک ذره شکل اتو گل میسازه، این تو میسازه تو یادم، درست است؟ این شکل. خب این هم به این شکل میبریم، این در این قسمت رنگش هم چنج میکنیم، باردر هم برش میگیریم، نو باردر میرین در قسمت شدو. اینجا دوستای اولیش انتخاب میکنیم، شدوی مرکزی رو انتخاب میکنیم، یک سایه داشته باشه و رنگ اینجا میریم فل و قسمت شدو چه شد، اینجا
قسمت شیدو رو انتخاب کنین، رنگش چی میگیرین؟ وایت یا سفید. یعنی اطراف از رو چی میگیریم؟ به این رنگ میگیریم. درست شد؟ کار ما دوستان از این قسمت تمام شد. مرحله بعدی خود دوستان کار ما از این قسمت تمام شد، میریم راسن بالای انزرت ورد آرد. خب بلد هستین این ورد آرد اولی رو انتخاب میکنیم، اینا میاریم در این قسمت، ایرام کنترل ای میکنیم، در اینجا به انگلیسی نشته میکنین مثال چی؟ اید. درست است؟ اینجا نشته میکنین اینه به این شکل این نوشته کردین. این میارین در این قسمت، از این دوستای کنترل میگیریم پایین اینجا نشته میکنیم مبارک. درست است؟ خب ایرام نشته کردین دوستای، بر از یک شیدو سایه کار داره، میریم در قسمت بالای دبل کلیک، فرمت شپ و قسمت افکت. قسمت چی میرین؟ شیدو. این قسمت میریم قسمت شیدو. قسمت سایه که آمده میخوایم این در شیدوی دوم بیم در این قسمت این قسمت در این قسمت این آخریش انتخاب میکنه. میخوایم یک شیدو داشته باشه سایه، این قسمت سایش پایین آمد، وقتی که را بالا میبرین این میایه که از این جمع میشه این تا این قسمت دیگه چی داشته باشه؟ یک کم سایه داشته باشه. اینجا درست است؟ این خیلی مقبول شد. پایین یک سایش آمد که معلوم شود. خب بالایش کار نداریم. بعد از چی میکنین شما؟ باز انزرت میرین، در قسمت ورد آرت میرین، تکست ساده انتخاب میکنین. در اینجا دوستایز به فارسی نوشته میکنیم. چی نوشته میکنیم؟ به فارسی اید مبارک. درست است؟ کنترل ای به این شکل چی میکنین؟ لسانتانه فارسی میسازین. در اینجا نوشته میکنین چی؟ اید مبارک. درست است؟ فونتش دوستایز چی میکنیم؟ فونت ها اینجا ما دانلود کردیم، اون فونت برش انتخاب میکنیم. خود دوستایز وقت ضایع نشه، من نوشته کردم اید مبارک. مثال میشه از طرف شرکت مثال افغان مارت، از طرف اینی نفر، از طرف مثال احمد محمود، شما مورد نوشته میکنین. من نوشته کردم. فونتش دوستایز ما دانلود کردیم، یعنی به این فونت است. اگر ضرورت داشتین براتون روان کنم، با شما هر فونتی که خوش دارین انتخاب میکنیم. این بالای تصویر داخل از چی رقم شپ تصویر میاریم، دبل کلیک میکنیم، قسمت فرمت شپ، قسمت شپ فیل. اینجا دوستای چی نوشته است؟ پیکچر. در پیکچر که رفتیم در قسمت فرام فایل، اینجا ما شما تصاویر داریم. هر تصویری که خوشتان میاد شما مو تصویر میتونید چی کنین؟ در اینجا انتخاب کنین، هیچ مشکل نیست. مثلا این تصویر شما کار دارین، تصویر دیگه شما کار دارین، میخواین مثلا یک عکس دیگه بیاید، هر عکسی که شما خوش دارین دوستای اینجا انتخاب میکنین، امو تصویر چی میشه در اینجا میاد. مثلا اگر عکس از عطریات کار داشتین، مشکل در کجا دوستای دقت کنین که تصویر به بغل میاد. اینو چی رقم راست کنیم؟ در قسمت فرمت شپ، در قسمت ستینگ کلیک میکنین، دقت کنین قسمت کالر اولی اینجا قسمت روتیت شپ است، ایره آف کنین. خب دقت کنین هر بار که تصویر میارین به این شکل میشه. تصویر ما راست شد. اینا در پیکچر فرمت میریم، در قسمت فیل میریم، دور و نزدیکش از این قسمت چی میکنین شما؟ تنظیم میکنین، میگین کراپ. این عکس خوشتان آمد دوستای تبدیل میکنین، باز میرین در این شکل، عین شکل فرمت شپ. مثال دیگه تصویر داریم، ما در دسکتاپ داریم، از قسمت خود ادرس انتخاب میکنین. ایرام دوستای امو سیستم از دوستای عین شکل است، ایرام روتیت و از این قسمت چی میکنین؟ تنظیماتش شما جور میکنین که تا چی اندازه دور و نزدیک باشه. کراپ میکنیم. رنگاش دوستای خوشتان اومد، چنج کالر اینجا میشه رنگش روشن و تاریک هم بسازین، هیچ مشکل نیست که چی اندازه شما رنگش روشن و تاریک میسازین. این کارام کرده میکنین. خب از این قسمت کار ما دوستای تمام شد. میایم در پایین دوستای علامت لوکیشن و آدرس و گپای خود نشته میکنیم، اون را خود میتونید. خود دوستای در پایین شما آدرس و ایمیل آدرس و شماره تماس امو دکان امو برند که دارین امو را شما میارین دوستای. یعنی ما طور نمونه براتون آوردیم. لوکیشن از رنگ خطش هم سفید میگیرین که از یم خانی میکنه. اینا دوستای علامات از کجا میارین؟ براتون در چندین درس گفتیم. از انزرت اینترنت داشتین، از آیکن میارین. اگر نداشتین از گوگل هم میشه دانلود کنین. دیگه شما در تکست باکس چی میکنین؟ آدرس خود نشته میکنین. عادی تکست باکس از شماره تماستان نشته میکنین. سایش هر اندازه خرد و کلان کردین دیگه شما تنظیم میکنین در این قسمت پایین صفحه. خب اینا کار ما دوستای تمام شد. صرف اینجا بعضی دیزاین های دیگه میاریم، او رو از قسمت چی اضافه میکنیم؟ آیکن اضافه میکنیم. سکن دوستای آیکن بسیار یک بخش جالب است که آمدین در این قسمت بیاین. بسیار چیزای مقبول تیار در ویندوز 9 است دوستای. بسیار چیزای مقبول است. هر یک از اینا شما خوش دارین، کار دارین، از این دیزاین کار دارین، از این دیزاین کار داریم. مثال از این علامات ما کار داشتیم، اینا تک مارک میکنیم. مثال بیاین این قلب شما مثال کار داریم. هر کدام شکل خوش دارین تک مارک میکنین و اینجا برای چی میگین؟ انزرت. یعنی ما دو شکل تک مارک کردیم. در اینجا چی میشه؟ اضافه میشه. ببینین به این شکل. مثالی قلب کار داریم، یک گزینه را چیز میکنه انزرت میکنیم، در این قسمت اضافه میشه. حالا میبینید لود میکنه خودم. یعنی دیدین اما علامت قلب من انتخاب کردم، در اینجا اومد ایره خورد میکنم، در این قسمت به شکل دیزاین میاره، میره
سایش خورد میکنیم، از این قسمت چرخش میتیم و دیگه دیزاین ها رو ما انتخاب میکنم. و این شکل نقطه نقطه را ما فال کردیم، خیلی مقبول میاد. جی را میاریم دی خود دوستای است. اینا تمام شد دیگه. طریقش براتون آموختم. شما باز تغییر بدید نامایتان، ایمیل آدرس ها را هر بخش که تغییر میتونین و همچنان میتونین دوستای بک‌گراند عقبی شما اگر خوشتان نامد برین چنج کالر اینجا میشه بک‌گراندش هم چی کنین شما چنج کنین به دلخواه خودتان. هر رنگی را که دوست دارین میشه همون رنگ شما چی کنین برش انتخاب کنین. مشکل نیست، اختیاری است دوستان. این بود طریقه جور کردن کارت خاص پیام ایدی. اینا سوال پیدا میشه چی رقم ما در صفحه اجتماعی نشر کنیم چون این داکیومنت ورد است. دیگه طریقش براتون قبلا هم یادآور شدم. میریم در صفحه اینترنت در چینل ما که آمدین در قسمت ویدیو را کلیک میکنین که تمام ویدیو را دیده بتانین. پایین دوستان یک درس بسیار خوب براتون کار کردیم، آموزش تبدیل فایل ورد به عکس. گیره شما می فایل ورد سیو کنین یا به عکس تبدیل کنین، میتونین شما در فیسبوک امی پیامتان شما چی کنین نشر کنین. طریقش شما مو ویدیو را مکمل ببینین، ایره شما با فرمت جی پی جی تبدیل کنین در واتساپ، در فیسبوک، در هر جای میتونین شما ایره نشر کنین. تا درس بعدی، خداحافظ.